خیلی از ما تاریخ رو با جنگ‌ها به یاد میاریم. با شمشیرها، قراردادها، شکستها. اما بعضی وقتها نه توی میدان جنگ بودن، نه توی مرزهای جغرافیایی، بلکه بین عمامه و تاج رقم خوردن. جایی که فقیه کنار شاه ایستاد. بعضی وقتها هم مقابلش. درود رفقا. تو این اپیزود از پادکست تاریخ تمدن روایت یکی از خاص‌ترین مقاطع تاریخ معاصر رو میشنوید. از نادرشاه و سند وحدت تا بازگشت دوره علما در عصر قاجار. اگه به تاریخ ایران با یک نگاه عمیق‌تر علاقه‌مندی، لایک یادت نره. سابسکرایب کن که روایت بعدی رو از دست ندی. بزن بریم سراغ یک روایتی که کمتر گفته شده، اما همه چی رو تغییر داد. تو اپیزود قبل گفتیم به عنوان یکی از ویژگی‌های ساختار سیاسی و قدرت در دوران قاجاریه، نوع این ارتباط مهمه. بعد گفتیم برای اینکه راحت‌تر بتونیم عصر قاجار رو بررسی کنیم، نیازه یه سابقه از این رابطه رو تو تاریخ مرور کنیم. ما اومدیم نگاه انداختیم به سابقه این رابطه تو تاریخ ایران بعد از اسلام که بین حاکمیت‌ها و نهاد روحانیت بوده. یه مرور گذرا ولی مهم. خب دوره صفویه رو بیشتر توضیح دادم چون جایگاه نهاد روحانیت اونجا پررنگ تره. رابطه نهاد روحانیت و حکومت رو اما باید از دو زاویه دید. یک وقت از منظر عمل سیاسی باید نگاه کنیم که کاملا از حکومت حمایت می‌کردند. یک وقت هم از منظر اندیشه سیاسی، یعنی همون فقه سیاسی علما. اصولاً از منظر فقهی تو فقه شیعه نمیتونی فقیهی رو پیدا کنی که بگه در عصر غیبت اگه یه سلطان حکومت تشکیل بده اون حکومت مشروعه. اما در عمل به خاطر ملاحظاتی که داشتن یه جورایی همکاری میکردن. وقتی صفویه فروپاشید یه فاصله بین فروپاشی تا روی کار اومدن قاجار به وجود میاد. تقریباً حدود 70 سال. تو این فاصله افاقنه میان 4 یا 5 سالی حکومت میکنن. بعدش میرسیم به دوران نادرشاه. ظهور نادرشاه یعنی افول جایگاه علما در ایران. شخصیت نادر اجازه نمیداد کسی تو کارش دخالت کنه. به همین خاطر دوباره اون دوران طلایی آخوندها رفت به افول. خیلی از علما و فقهایی که از جبل العامل یا بحرین اومده بودن تو این 70 سال دوباره برگشتن. یعنی تو این دوره ما شاهد مهاجرت معکوس آخوندها هستیم. سیاست دینی نادرشاه یه سیاست خاص بود. نمیشه گفت ضد دین بود و نه در خدمت مستقیم روحانیت. اما چرا جلوی نفوذ آخوندها رو میگرفت؟ مثل دوران شاه عباس تا حدودی یه کاری نادر کرد که به نظر من مختص به خودشه. تو تاریخ ایران هیچ پادشاهی این کار رو نکرد. چی کار کرد؟ اون به هیچ وجه اجازه نمیداد علمای اهل سنت شیعه ها رو اذیت کنند و بالعکس علمای شیعه هم اهل سنت رو نباید اذیت میکردن. مثلا توی سفر که به عتبات داشت با خودش حاج علی اکبر ملاباشی رو برد. اون بزرگترین عالم اون زمان بودش. رفتن عراق، رسیدن به بغداد. اون موقع بغداد هنوز تحت حکومت عثمانی بود. نادرشاه احمد پاشا حاکم بغداد رو هم خواست. اون همه علما رو جمع کرد، هم شیعه هم سنی، و یه سند نوشت و در ادامه گفت باید با هم کنار بیایید و یه سندی نوشت گفت پای این رو امضا کنید. حداقل 56 نفر از علمای شیعه و سنی اونجا این برگه رو امضا کردن. این برگه تو تاریخ ایران نظیر نداره. مثلش امضا نشده، نه قبلش نه بعدش. اما این کار نادر تو بین کارهای دیگه‌اش که بیشتر کشورگشایی بوده مقفول مونده. نه اینکه کسی ندونه
ولی کمتر بهش توجه شده. نادرشاه به علما گفت پای این سند رو امضا کنید. توی متنش نوشته شده بود شیعه ها دیگه نباید خلفای راشدین رو لعن کنید، یعنی ابوبکر، عمر و عثمان. این که یک فقیه شیعه بیاد این قرارداد رو امضا کنه و تازه ترویجش هم بده، خودش نشون میده چه کار بزرگی انجام شده. از اون طرف نادر به علمای اهل سنت هم گفت باید بپذیرید که تشیع به عنوان یکی از مذاهب برحق اسلامی شناخته بشه. یعنی در کنار اون 4 فرقه اهل سنت، شیعه هم بشه مذهب پنجم. و این سند از این نظر بی‌نظیره، چون اولین حرکت اصلاحگران است که تو تاریخ معاصر بهش میگن پان اسلامیست. یعنی چی؟ یعنی هممون مسلمونیم، فرقی نمیکنه کی شیعه است کی سنی. یه جورایی میشه گفت جهانگرایی اسلامی بودش، ولی امروز حتی اونجور هم نیستش. نمونهش داعشه. البته از دوره صفویه نهاد روحانیت دیگه فقط یک نهاد دینی نبود. به خاطر پایه‌هایی که پیدا کرده بود و درآمدهایی که جمع کرده بود، تا حدودی جای پای خودش رو تو ساختار اجتماعی محکم کرده بود. تو دوره بعد از افشاریه، یعنی زندیه، اتفاق خاصی نمیفته. دولت زند کاری به دین نداشت. تا میرسیم به قاجار، دورانی که برای آخوندها خاطره عصر صفوی رو زنده کرد. در واقع وقتی قاجارها به حکومت رسیدن، به خاطر گرایشات شیعی که داشتن، فضا برای علما باز شد. فارغ از آقا محمد خان که دورش کوتاه بود، وقتی فتحعلی شاه اومد، فقهای شیعه شروع کردن به ساخت امامزاده، حرم و حوزه. البته باید بدونیم مؤسس صفویه یعنی شاه اسماعیل با آقا محمد خان قابل مقایسه نیستش. شاه اسماعیل یه وجاهت مذهبی داشت، ولی آقا محمد خان نه. مشروعیتی که شاه اسماعیل داشت اون نداشت. اما یه نکته هستش، اونم اینه ساختار مذهبی جامعه‌ای که قاجارها بهش رسیدن هیچ فرقی با ساختار صفوی نداشت. آقا محمد خان برای اینکه نشون بده ادامه دهنده راه صفوی است، به اردبیل رفت و شمشیر شاه اسماعیل رو که باهاش نفی شده بود از خاک در آورد و به کمر بست. این یعنی چی؟ یعنی داشت پیام میداد من ادامه دهنده مذهب شیعه ام. کارهایی که پادشاه‌های قاجار انجام دادن خیلی مهمه، هم در حمایت از نهاد روحانیت، هم در توسعه تشیع. مثلا ساخت حوزه، مسجد، خدمت به اماکن مقدسه. خیلی از حرم‌ها مثل حرم حضرت معصومه مال اوایل قاجاره. چرا؟ چون قم نزدیک بود و زیاد میرفتن اونجا. بنابراین سیاست مذهبی آقا محمد خان و فتحعلی شاه باعث شد علما دوباره برگردن. تمام حرفم تو این بخش اینه، این سیاست‌ها، رفتارها باعث شد دوباره شاهد برگشت علما به ایران باشیم. درست مثل همون چیزی که تو صفویه اتفاق افتاد. تو قسمت بعد میریم سراغ فقیه‌های مهم ابتدای قاجار، اندیشه سیاسیشون، عملشون و موضعشون نسبت به حکومت فتحعلی شاه. فتحعلی شاهی که بعد از جنگ با روسیه محکوم شد به پرداخت غرامت، ایران وارد بحران شد ولی پول علما قطع نشد. و ببینیم چطور فقیه‌هایی که حکومت رو بعد از غیبت نامشروع میدونستن کنار فتحعلی شاه ایستادن و ازش حمایت کردند. ماجرایی که شنیدید فقط روایت یک سند یا چند پادشاه نبود، روایت قدرت بود. وقتی لباسش عوض میشه، گاهی عمامه میپوشه، گاهی تاج. نقش نهاد روحانیت از دوران نادر تا قاجار نه فقط مذهبی بود که کاملا سیاسی و گاهی حتی تعیین کننده تر از خود سلطنت.
تو قسمت بعدی میریم سراغ چهره‌های کلیدی روحانیت تو زمان فتحعلی شاه و میبینیم که چطور در دل بحران باز هم دین و سیاست با هم معامله میکنن. اگه از این روایت لذت بردی، اگه برای سوال ساخت یا چیزی یاد گرفتی، لایک کن، سابسکرایب یادت نره و زنگوله رو بزن که قسمت بعدی رو از دست ندی. اینجا تاریخ تمدنه و ما روایت میکنیم تا چیزی فراموش نشه. تا اپیزود بعدی، از دل تاریخ به دل شما. بدرود.